درود تماشابینان عزیز، خلاصه مهمترین خبرهای روز پنجم ینور تاجیکستان را از پایگاه خبری بابنات برایتان تقدیم میکنیم. در این برنامه در تاجیکستان از شب پنجم به ششم ینور لیمیت برق جاری کرده می شود. این دفعه رسما ساکن 87 ساله دهه گلبوتا برای کمک به اعضای حزب نهضت به 5 سال زندان محکوم شد. ساکن 24 ساله نورآباد که در روز تویش دچار صدمه شد جان داده است. ستاره روس آناستاسیا ولچکووا عکس خدمتگار تاجیکش لولا را نشر کرد. وزارت خارجه گفت نرخ شناسنامه گران نشده است. در سمرقند یک رقم ماشین را 60,000 دلار فروختند. یک دختر تاجیک بکارتش را با نرخ 10,000 دلار به فروش گذاشته است. نخستین پرواز بین تاشکند و دوشنبه بعد 10 ماه تنفس. و اکنون تفصیل خبرهای روز. شب پنجم به ششم ینور در تاجیکستان دیگر باره و این دفعه رسما لیمیت نیروی برق جاری کرده می شود و از ساعت 23 تا 6 صبح در مناطق دهات تاجیکستان انتقال نیروی برق به ساکنان قطع کرده می شود. در این باره یک منبع از حکومت کشور به از پلوس خبر داد. به گفته این منبع سبب جاری کردن لیمیت در مقایسه با سال گذشته 4 متر پایینتر شدن سطح آب در آبانبار نیروگاه نورک بوده است. او نگفته است که لیمیت برق تا کی دوام میکند. بازگشت لیمیت در حال است که تاجیکستان در عین اوج سردی در دست کم 12 سال آخر بی سابقه قرار داشته. بنا به پیشبینی هواشناسان این هوای سرد تا آخر هفته جاری باقی میماند. مشکل تامین اهالی با نیروی برق در تیر ماه و اول زمستان نیز مشاهده میشد. از ماه اکتبر تا دوام دکامبر اکثر مناطق کشور در شبانه روز همگی چند ساعت نیروی برق داشتند. شرکت برق تاجیک ماه دکامبر برای ناراحتی‌هایی که کمبودی نیروی برق برای زندگی مردم ایجاد کرد از اهالی عذر خواست، ولی هشدار داد که تنها در صورت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق میتواند تامین بی‌کم و کاست برق به اهالی را کفالت بدهد. برای نظارت استفاده صرفه‌کارانه برق تحت رهبری وزارت کارهای داخله یک ستاد ویژه نیز تأسیس یافت. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز در پیام سالنویش تاکید کرده بود که اگر ما می‌خواهیم که فصل زمستان به عذاب و مشکلی گذرانیم و ضرورت محدود کردن انتقال برق پیش نآید، باید هر یک عائله، تشکیلات و مؤسسه‌ها و کارگاه و کارخانه‌ها صرف نظر از شکل مالکیت به استفاده صرفه‌کارانه و با انصافانه نیروی برق در دوره زمستان اعتبار اولین درجه دهند. دادگاه نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه یک عضو پیشین و سالمند حزب حلو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به 5 سال زندان محکوم کرده است، در حالی که مرافعه پوشیده گذشته است و مسئولان دادگاه شرح نمی‌دهند. پیوندانش ادعا دارند که دانیار نبیف 87 ساله برای رسانیدن یاری مالی به نزدیکان زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گناهکار شد. نبیف در گذشته مسئول کمیسیون تفتیشاتی حزب حلو ممنوع نهضت اسلامی در ناحیه رودکی بود. حکم او را 28 دکامبر سال 2020 پس درهای بسته اعلام کردند. محمدی تیشایف رئیس پیشین شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی به رادیو آزادی گفت با اطلاع دریافتی او دانیار نبیف را ماه سپتامبر سال گذشته در خانه‌اش در دهه گلبوته جماعت جمتپه دستگیر کردند. مقامات درباره بازداشت او و حکمش رسما خبر ندادند. دانیار نبیف در روزهای عید برای خانواده‌های محبوسان حزب گوشت و میوه و دیگر انواع خوردنی می‌برد. برای همین بازداشت و محکوم شد، گفت است تیشایف. مصطفی رحیمزاده ساکن 24 ساله جماعت همدان ناحیه نورآباد که روز 6 دکامبر در روز توی دامادیش در راه به خانه عروسش در راه تاجیک‌آباد پلدان دچار صدمه شد، اخیراً در بیمارستان جان داده است. در این باره ژورنالیست شعلا نجمیدینова خبر داد. ماشین کیه که مصطفی رحیمزاده در آن برای آوردن عروسش به جماعت پلدان ناحیه لخش میرفت صبح 6 دکامبر سال 2020 تخمینا ساعت 10 هنگام حرکت از سمت ناحیه تاجیک‌آباد به سمت ناحیه لخش در حدود جماعت پلدان به جری عمقش حدود 200 متر چپه شده. در نتیجه صدمه عمه داماد حاتمووا النسا حاتموونا سال تولدش 1964 ساکن جماعت دهات سر کشتی نوی رودکی
جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده. راننده ماشین امک بچه داماد حاتموف دلشاد سیمرادوویچ سال تولدش 1978 ساکن جماعت دهات اسکلان ناحیه رشت در بیمارستان جان باخته بود. خود داماد رحیمزاده مصطفی رجب سال تولدش 1996 با جراحت‌های وزنین در بیمارخانه بستری کرده شد ولی طبیبان نتوانستند او را از مرگ نجات دهند. بنا به اطلاع دریافتی مصطفی و دلشاد در شهر چلیابینسک روسیه در مهاجرت کاری قرار داشتند و به تاجیکستان برای گذرانیدن توی مصطفی برگشته بودند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 5 ینور گفت نرخ شناسنامه‌های بیومتری خارجی گران نشده است و به تغییر یعنی $75 باقی مانده است. خدمات مطبوعات این وزارت گفت تنها نرخ باج دولتی از 87 به 90 سومانی بالا رفته است. شناسنامه‌های بیومتری تاجیکستان یکی از گرانبهاترین شناسنامه‌ها در پهنای شوروی سابق به شمار می‌روند. این شناسنامه در مدت 15 روز تیار کرده می‌شوند. اگر شهروندان شناسنامه را زودتر گرفتن خواهند برای در ظرف یک هفته تیار شدنش باید $150 و برای در 3 روز تیار شدنش $225 پرداخت کنند. رقاصه مشهور بالت آناستاسیا ولچکووا خبر داد که روز 4 ینور زادروز 30 خدمتگارش از تاجیکستان لولا را تجلیل کردند. زادروز لولا با نامروز ولچکووا توأم افتاده است و هر دو به یکدیگر تحفه دادند. ولچکووا به لولا یک دسته گل زیبا و شکلات تحفه کرده است. لولا به نوبت خود کارفرمایش را با یک دسته گل 100 برگ سفید به نامروزش تبریک گفته است. نام اصلی خدمتگار ولچکووا هلولا بوده است ولی در خانه ستاره روس او را لولا نام میبرند. آناستاسیا ولچکووا در صفحه‌اش در اینستاگرام که 1.2 میلیون آبونچی دارد عکس مشترکش با خدمتگارش را در روی زینه‌پایه‌های قصر پرشکوهش در بیرون از مسکو در پس منظره یک ارچه زیبای سالنوی نشر کرد. در زیر این عکس در بین همگی چند ساعت در اینستاگرام قریب 10,000 نفر تکمه لایک را پخش کردند. ولچکووا نوشته است که لولا 5 سال باز در خانه او کار میکند و در این مدت به یک عضو عائله آنها تبدیل یافته است. این یک آدم نجیب است. ما 5 سال باز همراهیم. الکی 3 کودک او در همین خانه ما به دنیا آمدند و ما با هم در وحدت و همبستگی به سر میبریم. نوشته است ولچکووا درباره خدمتگارش از تاجیکستان. در سمرقند در مزایده رقم‌های ماشینا یک رقم ماشین را با نرخ رکوردی 596.5 میلیون سوم حدود $57,000 فروختند. صاحب این رقم CZ777 ZZ با کد ولایت سمرقند 02 باید 29 میلیون سوم حدود $2,800 باج دولتی نیز بسپارد. این گرانبهاترین رقم ماشین است که سال 2021 در ازبکستان توسط مزایده فروخته شد. این رقم را روز 14 دکمبر سال 2020 در مزایده با نرخ ابتدایی 111.5 میلیون سوم نزدیک $11,000 به فروش گذاشتند ولی یک ساکن سمرقند نرخ آن را تا قریب به 600 میلیون سوم خیزانده است. بنا به اطلاع بیرژه مال و اشیاء خام ازبکستان تو فروش این رقم نرخ اعظم بلندتر رقم‌های فروخته شده در این کشور در سال گذشته 206.7 میلیون سوم نزدیک $20,000 بود. در عموم سال 2020 در ازبکستان توسط مزایده ها بیش از 106,000 رقم به مبلغ 262.6 میلیارد سوم به فروش رفته است. یک دختر 23 ساله تاجیک از شهر دوشنبه بکارت خود را در مزایده بین المللی آنلاین با نرخ $10,000 به فروش گذاشته است. سامانه شب اول اukسیون و یا میدان مزایده های آنلاینی فروش بکارت است. در این پایگاه صدها دختر بکاره از کشورهای گوناگون جهان حقوق شب اول را به فروش می‌گذارند. این پایگاه اخیراً اعلان یک دختر تاجیک را به نشر رساند که گفته است می‌خواهد بکارتش را فروشد. در شرح اعلان او نوشتند می‌خواهم مرد ثروتمندی را پیدا کنم و در آینده زن خوبی برای او شوم. من یک دختر گپ درا، مهربان و خوب هستم. دختر ملت خود را تاجیک و از شهر دوشنبه معرفی کردن نوشته است 23 ساله است. خبرنگار رادیوی آزادی
در پایگاه شب اول با دختر مکاتبه کوتاه داشت. او گفت اویله‌شان در وضع دشوار مالیوی است و قرض دارم و از این راه میخواهم اویله‌مان را از قرض رها کنم. روز 5 ینور بعد قریب 10 ماه تنفس بین تاشکند و دوشنبه نخستین پرواز انجام شد. هواپیمای شرکت ملی هواپیمایی ازبکستان هوایولری ساعت 2:30 با 65 مسافر در فرودگاه دوشنبه نشست و ساعت 12 با حدود 100 مسافر به تاشکند برگشت. نرخ پروازها به یک طرف $162 برای بیزنس کلاس $225 مقرر شده بود. مقامات تاجیکستان میگویند بین دو کشور در مورد تنها یک پرواز چارتری سازش شده بود و حالا مسئله انجام پروازهای دیگر مطرح نیست. پروازها بین تاشکند و دوشنبه روز 16 مارس سال 2020 در پی آشکار شدن نخستین حالتهای سرایت کرونا ویروس در ازبکستان متوقف شده. در تیر ماه گذشته خبرهای نشر شد که پروازها بین ازبکستان و تاجیکستان از 1 نوامبر از سر گرفته می شوند، ولی در آخرین لحظه این کار تا سال نو به تأخیر گذاشته شد. بر اساس قرار کمیسیه مبارزه با کرونا ویروس، حکومت ازبکستان از 25 دکامبر هر نفری که وارد قلمرو این کشور می شود باید از حساب خودش از کرونا ویروس اکسپرس تست سپارد. این بود چند خبرهای بیشتر رو در سامانه بامداد بخونید. خوش باشید.